این نگاه ادیان به پایان راه کاروان بشری نگاه بسیار امید بخشی است. حقیقتاً روحیه انتظار و روحیه ارتباط با ولی عصر ارواحنا فدا و منتظر ظهور بودن، منتظر اون روز بودن، یکی از بزرگترین دریچه های فرج برای جامعه اسلامی است. منتظر فرجیم. خود این انتظار فرج است، خود این انتظار دریچه فرج است، امید بخش است، نیرو بخش است. از احساس بیهودگی، از احساس ضایع شدن، از نومیدی، از گیج و گمی نسبت به آینده جلوگیری میکنه، امید میده، خط میده. این مسئله امام زمان سلام الله علیه اینه و امیدواریم که خدای متعال ما رو به معنای واقعی کلمه از منتظران قرار بده و چشم ما رو به تحقق این وعده الهی روشن کنه.